اگر از روی وجدان گپ زنیم، باید نفقه به سبد استعمالی ماهانه برابر باشد تا شخص نفقه گیر تواند با آن روز برد. انا آن وقت درباره حفظ واقعی اجتماعی اهالی سخن گفتن ممکن می بود. دیگر با چنین حالت مراسا کردن ممکن نیست. مردم با گرفتن نفقه شایسته امید بسته می تواند یا نه؟ این سؤال شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمان از رهبریت آژانسی سقوطی اجتماعی و نفقه تاجیکستان است. برای جواب گفتن به این سوالها یک ماه فرصت دادند. ظهورov این سؤال خود را در جلسه 3 روز پیش در میان گذاشته است که تفصیلات آن را صدای مردم نشریه پارلمان روز 18 نوامبر آشکار کرد. بنا به نوشته منبع، رئیس مجلس نمایندگان از حجم کمی نفقه در کشور نگرانی کرده است. آنهایی که سینشان از 80 گذشته است با 200 سامانه چه خیل روز گذرانند و خود را تبابت کنند؟ اگر یگان شخص نزدیک نداشته باشند احوالشان چی می شود؟ گفته است شکرجان ظهورov. نزاکت عادین‌زاده، معاون اولی رئیس آژانسی نفقه، در پاسخ به انتقاد رئیس مجلس نمایندگان تصدیق کرد که واقعاً حجم نفقه در کشور کم است، اما دلیل این امر را به آن ربط داد که در تاجیکستان نفقه تنها از یک منبع یعنی انداز اجتماعی تعیین می شود. شکرجان ظهورov که در گذشته به حیث وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی کار کرده است، به این ادعای نزاکت عادین‌زاده در حال پاسخ داده گفت تنها با تکیه به مبلغ‌های فاند نفقه بلند برداشتن نفقه امکان ندارد و مسئولین باید تجربه دیگر کشورها را آموزند. راه‌هایش را جستجو کردن ضرور است. ما باید کاری کنیم که حساب میانه نفقه اقلاً با مزد معاش کمترین برابر شود. در عکس حال نفقه گیر با چنین نفقه زندگی کرده نمیتواند. برای ما حالا جای کار شایسته لازم است که مردم اقلاً 2000 سامانی معاش گیرند. در آن صورت پرداخت‌های اجتماعی هم می‌افزاید و حجم نفقه نیز زیاد می‌شود. برای آنهایی که امروز به نفقه می‌برند مقررات را به کار باید برد که برایشان تا به این درجه نفقه‌های پست تعیین نشود. عدالت اجتماعی را برقرار کردن شرط و ضرور است. حجم نفقه در تاجیکستان پست‌ترین در میان کشورهای شوروی سابق میباشد. بعد به اجرا در آمدن قانون نوی نفقه در سال روان، حجم نفقه باز هم پایین آمد و مایه نگرانی نفقه خوران در تاجیکستان گردید. تا سال 2017 معاش 2 سال آخر کارمند حساب و به 120 ماه تقسیم میشد و از روی آن نفقه را تعیین میکردند. اما بر اساس قانون نو نه حجم میانه معاش 2 یا 5 سال اخیر، بلکه سرمایه‌گذاری کارمند در دور فعالیت در نظام سقوطی دولتی به اعتبار گرفته می شود. یعنی بر اساس قانون درباره نفقه، بازنشستگان هر چقدر بیشتر معاش گرفته و انداز سپرده باشند همان اندازه نفقه زیادتر میگیرند. از ترتیب نوی حساب کردن نفقه بیشتر بازنشستگان ناراضی شدند که بعد سالهای زیادی کار امید داشتن با نفقه بیشتر دوران پیری میرانند. مقامات آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه، نهاد نظارت کننده در بخش نفقه در تاجیکستان، تصدیق میکند که بعد قبول قانون نو حجم نفقه در کشور پایان رفت. تحلیلگران نظامی برشمردن و تعیین نفقه در تاجیکستان را برای شرایط کشور نامناسب بدانند، زیرا به قول آنها این نظام برای کشورهای پیشرفته تهیه شده است که ساکنانش معاش کلان دریافت میکنند و زمان فعالیت امکان پرداخت‌های بزرگ اجتماعی دارند. شمس‌الدین جلالوف، کارشناس مسائل اقتصادی، قبلا بر رادیو آزادی گفته بود فکر میکنم که این نتیجه اصلاحات متخصصان نه چندان دوربینانه است. بهتر بود که آنها در این روند اصلاحات با استراتژی دورنمای رشد ملی تاجیکستان برای سالهای 2020-2030 تکیه میکردند که در آنجا همه این بر الان نشان داده شده است. یعنی وابسته به انفلاسی سالانه که در تاجیکستان پیش میآید، نفقه مردم هم باید بالا رود. فعلا در تاجیکستان زیاده از 660,000 بازنشسته هستند و حجم میانه نفقه 272 سامانی یا $30 آمریکایی است. این نشانداد در قلمرو سابق شوروی پسترین میباشد. نفقه بیشتر را در قلمرو شوروی سابق ساکنان استونیا میگیرند که به $434 برابر است. ازبکستان همسایه با $35 مزد میانه معاش نفقه در زینه قبل از آخران قرار گرفته است.